دادگاه شهر دوشنبه دو عضو کمیسیه 44 سازمانی عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 18 سال زندان محکوم کرده است. اعضای این کمیسیه برای تحقیق ناآرامی‌ها در بدخشان و مرگ شهروندان با مقامات همکاری می‌کردند. همکاری ما میرزانبی خالقزاد محاکمه خوجمری پیرنظرف و شفتالو بیگ محمدف را پیگیری کرد و با جزئیات بیشتر در استودیو با ماست. میرزانبی، محاکمه در کجا و چگونه صورت گرفته است؟ ببینید، همین روز مرافعه 29 ایون پس درهای بسته گذشت. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که از خارق برای آزادی آنها به تشکیل گردهمایی به اجازه گناهکار شدند. قبلا گفته میشد آنها با عیبنامه دیگر از جمله دریافت مبلغ از خارج هم متهم دانسته میشدند. به گفته مصاحب ما، دادستان در اول همین هفته از دادگاه تقاضا کرده است که هر دو را به 20 سالی زندان محکوم کند. مسئولان دادستانی پایتخت پرونده به حکم خوجمری پیرنظرف، سخنگوی کمیسیه 44 و عضو دیگری آن شفتالو بیگ دولتف را شرح ندادند. شخصان نزدیک به این دو فعال جامعه بدخشان میگویند آنها وکیل مدافع نداشتند، اما حقوقدان فراموش ارگشوف که نیز در بازداشت همراه آنها هست در مرافعه به حمایتشان گپ زده است. آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و در 10 روز آینده بازبینی حکم را درخواست خواهند کرد. تشکر میرزانبی. درباره خود کمیسیه 44 چی خبر است؟ حالا هم فعالیت دارد این کمیسیه؟ قبلا یک چیز باید زرنگیز بگویم که حکم آنها دیروز یعنی 29 ایون صورت گرفته بود و دیگر اینکه سرنوشت کمیسیه 44 معلوم نیست، چون در پی کشته شدن محمد باقرov تقریبا 10 نفر آنها بازداشت شدند. آنگونه که میدانیم کمیسیه 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شده بود. به آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت داخل بودند. 6 عضو کمیسیه 44 شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته بودند. حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق می‌کردند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف ساکنی راشقلعه کشته شده بود. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. و اعضای کمیسیه 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات حکومت تاجیکستان بودند. با میانروی آنها به اعتراض 4 روزه در خارق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند و همین طور کمیسیه 44 فعلا از دوباره شروع کردن. تشکر زیاد همکارم میرزانبی خالقزاد درباره محکوم به زندان شدن 2 عضو یک کمیسیه صحبت میکرد که باید همراه با مقامات سببهای ناآرامی‌های ماه گذشته در بدخشان را تحقیق میکردند.